بله، قراره بر سعادته، قراره بر عشق و عاشقیه، قراره بر نیکبختی و خوشبختی و سعادته، قراره بر ثروت و وفور و فراوانیه، قراره بر تجلی جان جهانه. و جالب اینه همه این قرارها همین الان مستقر هستن در اکنون مستقر هستن. ما نیستیم. ما کجاییم؟ داریم چی کار میکنیم؟ از یه جایی که اونا نیستن شروع میکنیم به طلب کردن اینا. مگه غیر اینه؟ ما اینا رو طلب داریم. ما همه این قرارها رو طلب میکنیم. بعد چی میشه؟ بیقرار میشیم. آروم و قرار نداریم تو زندگیمون. جمله بیقراریت از طلب قرار توست. خب چی کار کنیم پس؟ چاره چیه؟ جمله بیقراریت از طلب قرار توست. خب حالا چاره چیه؟ چاره میشه جنبش سلام بر آفرینش. این میتونه یه پرزنت خوشگلی از این جنبش باشه. اصلا حالا که اسمش اومد بذارید یه گریزی تو دل این جنبش بزنیم ببینیم چه خبره. ما از همینجا سفرمون رو شروع میکنیم. یعنی سفر من و شما تو جنبش سلام بر آفرینش دقیقاً از همینجا شروع میشه، از این چارهه. چاره چیه؟ اولین استپ جستجوگره. آگاهی این استپ، آگاهی این مرحله ما رو متوجه اون چارهه میکنه. بعد وارد استپ دوم میشیم، کیمیاگر. اونجا یه رازی رو فاش میکنه. و بعد وارد استپ سوم میشیم، جادوگر. رمز اون رازو به ما میگه. خیلی دوست دارم این حرفو بزنم. باید بگم صادقانه دارم اینو میگم. اصلا جنبه تبلیغاتی و این حرفا نداره. اصلا حرفم یه چیز دیگه است. واقعا اگر کسی نمیخواد تغییر کنه، میخواد با همین فرمون ادامه بده، نه درونش تغییر کنه نه بیرونش تغییر کنه، هرچند که این غیر ممکنه ها، به هر حال تغییر میکنه، ولی نمیخواد اونجوری که دوست داره تغییر کنه. اصلا توی جنبش سلام بر آفرینش شرکت نکنه ها. ببین تبلیغشو نمی کنم چون مال من نیست که بخوام سنگشو به سینه بزنم. عشقه، همه این ماجرا عشقه. اینم از روی عشقه این حرفه. چرا؟ چون هر کسی توی این جنبش میاد لاجرم تغییر میکنه، دست خودش نیست. ببین واقعا دست خودمون نیستا، واقعا دست خودمون نیست. بعد نکته جالب اینه ما اصلا نمیریم توی این جنبش که تغییر کنیم. تغییر خودش میاد، خودش جوشش میکنه، چون جانمون به جریان میفته تو زندگیمون. طالب بیقرار شو تا که قرار آیدت. ما تنها کاری که میکنیم اینه که یه تمرین بیشتر نداریم. اون تمرین ما رو تبدیل میکنه به یک طالب بیقرار. چون طالب بیقرار میشیم قانونش اینه قرار میاد خودش میاد، تغییر میاد خودش میاد، سعادت میاد خودش میاد، آرامش میاد خودش میاد، فراوانی میاد خودش میاد، عشق میاد خودش میاد. ببین یه سوالی هست میتونه ذهنمون رو درگیر کنه، درگیرم میکنه. اصلا خیلی ها نمیتونن به جنبش سلام بر آفرینش لبیک بگن چون این سوال رو هضمش نکردن، ربطش رو به این جنبش پیدا نمیکنن، ورود نمیکنن. حالا اون سوال چیه؟ سوال خوبی هم هست، انصافا سوال خوبیه. میگه ببین اصلا همه این حرفا قبول، تو بیا اینو به من بگو، که جنبش سلام بر آفرینش با زندگی واقعی من چی کار میکنه؟ میتونه وضعیت مالی منو بهتر کنه؟ چطوری وضعیت سلامت منو بهتر میکنه؟ چجوری روابط عاطفیمو بهبود میده؟ چجوری رشد شخصی ایجاد میکنه؟ اینا رو بیا به من بگو. خیلی سوال خوبیه نه؟ خدا شاهده
خدا شاهده که اگر کسی درک کنه که جنبش سلام بر آفرینش چطوری اینقدر جادویی توی همه ابعاد زندگیمون گشایش حاصل میکنه، عافیت رو به جریان میندازه، برکت رو به جریان میندازه، با سر میپره وسط این جنبش، لحظه ای تردید نمیکنه، شک به دلش راه نمیده، چون گشایش حاصل میکنه. چطوری این کار رو انجام میده؟ یه گرهی از زندگی ما باز میکنه. همه گیر و گور زندگیمون سر این گره هست. اینجا اونجاییه که ما تو سفرمون وارد استپ بعدی میشیم، لیول اپ میکنیم، میریم استپ کیمیاگر. رازی که کیمیاگر اونجا فاش میکنه راز این گرهه. حالا یه چیز جالب بهتون بگم، اینقدر اثر بخشی این جنبش تضمینی 100% که اینجوری نیست بگیم هر کسی ایمان داره وارد بشه نتیجه میگیره. برای هر آدمی نتیجه میده. خوشگلیش اینه. یعنی اگر کسی هست که سوسوه، هنوز اعتماد نداره، اشکالی نداره، وارد شو. اینقدر خوشگل نتیجه میگیری که اعتماد میکنی با چشمای خودت، با وجود خودت، با جان خودت اعتماد میکنی. حتی اگر قبول نداری وارد شو، لاجرم قبول میکنی، چون اتفاق میفته. بعد اون اعتماد آروم آروم تبدیل به ایمان میشه، بعد ایمان راسخ میشه. حالا بگو همه اینا کجا اتفاق میفته؟ توی استپ 3 جنبش سلام بر آفرین. حالا توی استپ جادوگر، یعنی استپ آخر، استپ 3، ما دیگه میریم که با هم تنی به آب بزنیم. دیگه وقت عمله، باید بریم تو میدون بازی. چرا؟ چون همه این آگاهی ها، همه این حرفا اگر جریان پیدا نکنه جادو نمیکنه. اگر زیست نشه، اگر زندگی نشه، چه فایده ای داره؟ اینجا جاییه که ما وارد استپ جادوگر میشیم. چرا اسمش جادوگره؟ چون جان به جریان میفته. چطوری؟ اونجا یه ورکشاپ قبیله ای رو با هم برگزار میکنیم، تمرین میکنیم به اسم مراقبه آفرینش. رمز همه این راز و همه این معما یه چیزه، مراقبه آفرینش. یه چیز جالبتر بهتون بگم، هیچ کسی توی جنبش سلام بر آفرینش نمیتونه شرکت کنه مگر اینکه دعوتنامه داشته باشه. این خیلی جالبه. میدونید چرا؟ چون ما توی این جنبش یه قبیله ایم، یه قبیله غیرتی. حواسمون به هم هست، همسفری ما. قرار نیست سیاهی لشکر جمع کنیم که فقط افراد این قبیله میتونن به این قبیله دعوت کنن. پس ما باید دعوتنامه یکی از بر و بچه های این قبیله رو داشته باشیم که بتونیم وارد بشیم. اینه که هر کسی که وارد این جنبش میشه، همون اولش که پلن مسافر واسش باز میشه، این پلن واسه خودشه. پلن سفیر هم واسش باز میشه، چون از یه جایی به بعد این مسافر سفیر این جنبش میشه. واقعا چقدر این حرف دلیه و چقدر به دل آدم میشینه که چی؟ این که ما قبل از این که وارد ناسوت بشیم، پا به عالم دنیا بذاریم، ما با هم یه قول و قراری گذاشته بودیم. چرا؟ چون آگاه بودیم کجا داریم میایم. ما به عالم دنیا آگاه بودیم، ما به ایستگاه دنیا آگاه بودیم. ما آگاه بودیم که اینجا نفس تحتانی مرتبه حاکم آگاهیمونه. ما حتی به این آگاه بودیم که اینجا فریبشو میخوریم. درسته، همه اینا درسته. اصلا از سر همین آگاهی بود که با هم یه قول و قراری گذاشتیم. گفتیم بچه ها، هر کسی رفت اونجا بیدار شد، قول بده بقیه رو بیدار کنه. پلن سفیر توی جنبش سلام بر آفرینش مأموریتش همینه. شاید باورتون نشه که پلن سفیر چقدر عجیب غریبه. یه گوشه‌شو بگم.
روی این پلن یه پلن درآمدزایی سوار کردیم. فقط نزدیک به 300 میلیون تومان هزینه کردم که چطوری بتونیم این پلن درآمدزایی رو برنامه نویسی کنیم، بیاریم رو سایت. و شمایی که توی وبینار 28 تیر ماه شرکت کردین، اولین افرادی هستید که این پلن واسه شون کار میکنه. من واقعا از همینجا، از همین لحظه، در لحظه اکنون حضور پربرکت شما رو واقعا قدردانم. اینو دلی دارم میگم، دم هممون گرم. خدا میدونه که از این همسفر شدنه، از این همراهی، از این جنبش چه برکتی به زندگی خودمون و زندگی بقیه آدم ها به جریان میفته. خیلیا به اشتباه فکر میکنن که وقتی حرف از بیداری آگاهی میشه دیگه ارتباطی با ثروت و برکت و فراوانی و وفور نعمت و اینا نداره، بحثش سواست. ولی توی جنبش سلام بر آفرینش ما نشون میدیم، ما تجربه میکنیم که اتفاقا اگر بیداری آگاهی اصالت داشته باشه برکت رو به جریان میندازه، فراوانی رو به جریان میندازه، ثروت رو به جریان میندازه، به تجلی میندازه. اینجا اونجاییه که پول به خدمت روح در میاد. ولی الان چه اتفاقی افتاده؟ روح ما به خدمت پول در اومده. جنبش سلام بر آفرینش ورق بازی رو عوض میکنه. آقا ختم کلام، بزن کنار باد بیاد بزن کنار ذات بیاد که جان به جریان بیاد. بزن کنار. چی اینقدر خودمون رو جدی گرفتیم، من رو انداختیم تو زندگیمون، مقابل جریان زندگی وایستادیم، داریم مخالفت میکنیم. بهش سلام بده، سلام بر آفرینش، باهاش به صلح برس، وگرنه دودش داره تو چشم خودمون میره. لحظه آروم و قرار نداریم تو زندگیمون. نشخوار ذهنی کلافمون کرده، یا تو امید آینده ایم یا تو افسوس گذشته. ما با لحظه حال زندگیمون دیگه حال نمی کنیم، هیچ وقت نمیتونیم حال کنیم. تو خود حجاب خودی حافظ از میان برخیز، دیگه چجوری باید بگه؟ تو خود حجاب خودی حافظ، بهزاد، مردم از میان برخیز. خود ناجورتو جمع کن، بکش کنار، بذار ذات بیاد، جان به جریان بیاد. یه گرهی نمیذاره جان به جریان بیفته. اون گره مرتبه نفس تحتانی مونه. جنبش سلام بر آفرینش این گرهو خیلی خوشگل، خیلی ساده هممون میتونیم با یه تمرین خیلی ساده بازش میکنه. همینجور که این گره باز میشه گشایش حاصل میشه، عافیت به جریان میفته، برکت تجلی پیدا میکنه. دست خودمونم نیست.